مردن یک انسان و خزان شدن یک گل شبیه همند، اما در مرگ یک گل تسلا است. تخم گل بعد از خزان شوی به زمین می افتد و از آن صدها گلی نو می روید. آخری حیات هرچند مرگ است، اما تا مرگ چه زحمت و رنج و کوشش است. کسانی که امیدشان را نکندند، مرگشان هم همین طور است. هر یک ضربه مرگ در آینده نوزادهای نو است. هر یک حرکت برای به پا خیستن یک آغاز است. هر یک آغازی نو یک امیدی سرسبزی است. گلها مثل انسانند. بعد زیر پا شدن باید رنج و زحمت کشید که راست شوند. اما گل خشک شده از همه این رنج و زحمت و عملها خالی است. شما چی کار میکنید امک؟ این کارتان آبوشی است. عقلتان را گم کردید. در نزد امکت با عقل نگپ زن. تو خودت کی هستی که با من عقل یاد میدی؟ خواهش میکنم کاردار نشو. بچیان بودنت نگاه نکردم مجقت رو میبرارم. کنیوای هارون با من ده وای سگ بچه اما که حمزه شما میدونید چی گفته ایستاده اید؟ اول اینکه وای سگ نیست، بعد کسی که به زوری در رو میزند به او حتی آب نمیدهند. امکایت رو به حساب نگرفتنت خطا است عمر. اکای حمزه این چی رفتار است؟ چرا این طور میکنید؟ تو کردان نشو را بیا دوریست. اکای حمزه زنها به این خیل کارها دستار نشو. بیاید به خوبی حل کنید. آرام شو حمزه، این کار به تو نمیرسه. مادر جان گوید این عکسی که است. بیا دخترم بیا. این حالا کیست؟ بیا دخترم. کی باشد؟ سرمه؟ تو چیکار کردی؟ آیا میارزید؟ پرتا کنی پرتا در اینجا چی گفت؟ سیده خدایا توبه هارون با تو چی شد؟ تو کجا میگردی؟ ایست حمزه ایست. او با من بود. به شما چی شده است؟ سیده را دزدیده است. گفته به خانه‌شان حمله کردند. پدر شما هم اگه یک چیز را ندانسته او را میزنید. شرم دارید. این به شما نمیزیبد. کسی نگریخته است. بیچاره دختر از عذاب داده شما به نزد من برای مدد پرسیدن آمد. میبینم که او راست گفته بوده است. نفهمیده چرا جنجال میکنید؟ این چی رفتار است؟ این چی خیلی همسایه داری است؟ این به شما نمیزیبد. این با تو درس شود. دیگر با چشمم ننمو. راگر ده یکون جوی بیا راتب. اویسته بیا در راه و اینجا شی. اویسته اینجا شیشه پاره ها. اویسته چه حال داری هارون؟ در زیر سینه دیوان درتیس میکنی؟ نه که عمر. خوب هستی پسرم. اونها از تو چی میخواستن؟ خالای هوریا حق داشته باشید بیار. پسرم این را بگیر و زخمت را ببند.
захматро мебинам. баъд рост ба полис меравем. чунки ин ҳам як намуди зулм аст. ба полис рафтан лозим нест. шикоят карда ҳеҷ чизро барнамегардонем. ҳорун рост мегӯяд. ин роҳи ҳалли масъала нест. шикоят мекунем гуфта худамонро шарманда накунем. ба ҳар ҳол мо ҳамхунем. гӯштро аз нохун ҷудо карда намешавад. ба хуби онҳоро бояд розӣ кард. акнун дигар бетоқатӣ намекунам. то фаҳмиданашон сабр карда ишқамро нигоҳ медорам. شرمنده کردی مرا. اکنون به اجازت به هیچ کجا نمیروی. نه اجازت پرسیده هم نمیروی. پدر التماس بس کنید. بس برای خدا ببینید در چه حال است. حلیمه او را در اتاقش محکم کن و چشمت را از او نکن. مکتب را بهانه کرده در کجاهای نمیگردد. زود به جای خوابتان روید. بیا زودتر رفتیم. تو شین حمزه، من به تو یک قهوه تیار کرده دهم. رفته شین. چی شد علیا؟ خب نمیروی؟ با تو میگویم. ای صبحانه تیار است. بیا اکنون حمزه. حمزه راست با خانه خانم نوریه رفته میفهم که با او چقدر ضرر مالیوی رسونده ایم. حالا این 100 لیره رو مگر این زیاده است که حمزه؟ زیاد شود و کمی. تیریزش، دندانش، میخش همش رو فهم. با چیز و چقدر ضرر رسونده باشیم تعمیر کن. فهمان؟ آیلش خوب شد است. چی شد حمزه؟ زخمی کهنت باز به خاریش در آمد. شاید باز گل روان میکردی؟ سبحان الله. این چی علاقه دارد علیمه؟ شب یک آغوشی کردیم. داغ ناممون نماند گفتم. باور کردم. این دختر رو چیکار میکنیم حمزه؟ به خدا که این دیوانه میگریزد. گوش کن چی میگویم. این دختر رو دیگر به مکتب روان نمیکنیم. معلوم نیست که در اونجا چیکار میکنن. چی تو به من این طور نگاه میکنی؟ چی از پوشش دویده میکردیم؟ شاید مسیر در اومده همراهش میشینیم. راست مکتب گفته با هارون واخوری میکند. از کجا دانم؟ خواندن میرود یا؟ خودت میدانی که دینه به درس نرفته است. امروز گریخته ما را آواره کند. انا بد میفهم. سیده
من به مکتب می روم. خیلی خبر خوش است. خیلی شاد شدم. با خود چیزی گفتن رو نمیدونم. اگر خواهی شوهر رو همراه برسونیم. با مادرم هم خبر میرسونم. با شما کمک کرده میتوانم؟ بله، با کمک یک دکتر احتیاج دارم. حاضر سخت نمیبندم چون که آن رو عوض کردن لازم می شود. من باز کمک میکنم. سرما اول تو بگوی. سلام اکای عمر. سلام هارون. خیر من روم تو بستید. خیر. عصبی می نمایی چی شد؟ کمی صحبت کنیم. کمکتان لازم. چرا نه مرحمت؟ اکای عمر یکم کاری افتادم لازم. بعد با یاری شما اون رو واسه کردن میخواهم. آخر تا کی من بیکار میگردم. فکری اولی جناب. اولی جناب لیکن عدالگاه شما در این محل صاحب هستند. با کس حقی گپ زدن نمیدهند. با آنها رقابت کرده میتوانم لیکن آنها میتوانند پیش رو هم رو ببندند. برای همین از شما مصلحت پرسیدنی هستم اکای عمر. ایستو باغچه و زینه‌های احتیاطی برای سوختار رو در بیمارخانه از نو برقرار میکنند. اگر خواهی با سر دکتر گپ میزنم تو را به کار میگیرند. چی گفتی هارون؟ راضیم. البته راضیم. پروا نکنید اکای عمر. شما رو من شرمنده نمیکنم. بیا رفتیم. وقت رو بیهوده صرف نکنیم. رفتیم. این گل برای شما خانم سرمه. اینها رو کی آورد همشیره؟ شما مگر اون کس رو ندیدید؟ نمیدانم خانم سرمه. به نام شما اومد. در بالوش هم نام نیست. یک نفری که نمیخواد ایرا دونید. عشقی پنهانی به فکرم. چه خوشبویی. شخصی دل دادم.
دوست داشتد. گلها هم با اتاق زیبیده است من. چه حال داری؟ من در اینجا کار میکنم دوغن. تو چی؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ چی پدرم تو را امروز از پسی سیده نفرستاد؟ لازم نشد. نشنیدی مگر سیده را از مکتب گرفتم؟ چی؟ من هم بیکار ماندم، به نزد تو بیایم گفتم. از مکتب گرفتند؟ فکرت بیا پسرم، چایت خنک می شود. نرگس حالا هم خوب است؟ خوب است امرا جان. نرگس گفتید به یادم آمد. خانم آیا را میدونید؟ در شعبه اندوز کار میکنه. فهمیدم. از شوهرش جدا شده است. وای چرا جدا شدند؟ مرد زینایی میکرده است. زنش فهمیده خواست است جدا شود، لیکن در این مورد همه چیز به سر کودکان میآید. آخر آنها هم مثل نرگس دخترچه دارند. میلش کارهای چه خیلی فکرت؟ به شهر زود میرفتگی شدی؟ یگان نویگری هست؟ نویگری؟ چه نویگری؟ همه کارهای هر روزه؟ تو چی برای خدا سوال برام میکنی؟ نه فکرت، همین حال پرسیدم. همین خیلی پرسیده است. من میدونم برای چی پرسیدم. جوانیم رو به تو دادم. علیا دخترم چیکار میکنی؟ از فکرت جدا میشم ینگه. در جایی که مرا نمیخواهند ماندنم فایده نداره. علیا میرم. بابایم در کجا هست؟ مرا به اینجا فرستادن و خودشان نیستم. پدر، من از شما یک چیز رو پرسم. به خاطر مادران همه کار رو کردن درست است؟ مادرم مثل فرشته است. مثال من برای او یک کار کنم، یک کار خیلی بد، این گناه می شود؟ اگر ضرور باشد دیگر چاره نداشته باشی چرا گناه شود؟ تو از کجا این گپا رو میبراری؟ من کار دارم، برای سوالهای بی‌معنی وقت ندارم. علیا دخترم تو چی؟ همین خیل همه رو پرتفته میروی؟ نه این خیل نمیشود. کنی گپ زن، چی شده است؟ کنی به من گوی. فکرت با من خیانت میکنه. کنی این بشین. این شوهری گرنگ تو بکی لوزی. یا خدا در دین رو بیننده. جانم شاید یگون چیزی دیگر باشد. بیا از خودش میپرسیم چی گفتی؟ شما خودتان رو به جای من مونید. چیخن من از او میپرسم که این زن کی است؟ بعد از این برای او چه طور نگاه کرده میتوانم؟ شما حالتی من رو فهمیده میتوانید؟ مایلش دختر بیوشی. تو در رو آتش گرفته خانت رو ترک نکن. من این کارها رو خودم حل میکنم. فکر نمیکنم که چیزی مهم باشه.
تو لباسهایت را به جای به این جامدان جای کردن یگان چیزی زیبایش را یافته خودت را آرا دهی نمی شود دخترم؟ شاید هوش فکرت پریشان شده به جایش می آری. چی خیلی به من نگاه میکن؟ ما هم یک وقتها جوان بودیم این کارها را میدونیم. تو گفتم رو یک مرتبه کن. چی کار میکنی تو؟ دیوانه شده ای؟ ما گیر درو گیر. شما مرا دیوانه کردید. چی حق دارید مرا از مکتب گرفتید؟ من هم خوندن میخوام مثل ابا. من هم حق خوندن دارم. خوندن میخوایی همین طور نه؟ لیکن ببخش هوشیاری تو به خوندن نه، به هارون گفتن آدم است. تو با کی دروغ میگویی؟ دیگر برای تو مکتب نیست. تمام. اگر هارون هم مثل داهن به شما فایده می آورد او رو رد نمی کردید. اما من میدونم چرا هارون رو نمیخواست. چون که پدرم تا حال خاله هوریه رو فراموش نکردن. این چه خیل گپ زنی؟ حاضر زبانت را از دهانت کنده میپتایم. با شکر بیادب باز گپ نگردونی. هانه با تو. با فکرت کار درست کردیم که دختر را از مکتب گرفتیم؟ البته درست. چه خیلی که میگویند دختر رو با حال خودش گذاری یا زنی دایره چی میشود یا زنی سرنه چی؟ از آن که زنی آهنگر میشود بهترش نخواند. عمر با کسی آشنا شده است که فردی زبان هست. چی هم گفتیم با سرمون برآمد. طرف هارون را گرفته به ما دشمن شد. سگ بچه را کلان کردیم از بندی پای ما گزید. همینطور او بر زیدی امکهایش برآمد. البته همینطور. اول بر زید شما برآمد. اکنون با هارون یک جایه شده سیده را میگیرد. کارهای آهنگری بیمارخانه را به هارون داده است. خبر دارید؟ معلوم است که عمر از حد گذرانده شده است. ناشکر است. ناشکر. لیکن هم نخورید اگر عمر طرف هارون رو گرفت. همه ما در گرد شماییم. برای حل این کار یک علاج هست. چی علاج؟ هارون را از محل راندن در کار. اگر هارون در اینجا مونه با کمک عمر میتواند به سرمون بلا آورد. این آدمان را میدانید که خلق طرف آنها میشود به سرمون بلا میآورند. دشمن مال و ملکمانند. کمی بعد میبینید که در 7 بهار به کسی حتی اجازت سخن گفتن نمیدهند. راست میگویی. به فکرم برای سیده را از دست ندادن هارون را حتما از محله پیش کردن در کار. شما هم نخورید که داغن رو که زنم بیاید یک جای علاجش رو میابیم. به مکتب رفتنت شرط نیست. من خودم با تو درس میدهم. ایستید مادر جان، صبر کنید. شما چی کار میکنید؟ تو کاردار نشو. رو از اینجا. چرا شما سعیده رو از مکتب گرفتید؟ آخر باید خواند. مادر جان از این کارتون چی فایده میبینید؟ گپ نزدیم به بالای سرمان برآمده. زبان برآورده. اگر او را از مکتب نگیره دردی سرمان میشود. رفته دردتون رو با خاله هوریه گویید. آخر او علوی شما رو آورده است کو. ایستید مادر. هیچ گپ نه. حالا میبینیم من تو را آدم کرده نتوانستم. شوهرت آدم میکند. این چی معنی دارد سعیده؟ اکای عمر شما مونید. شما دکتر دستای شما برای این کارها نه. خیر باید چی دکتر باشم؟
تو گفتنی که من این کارها رو کرده نمیتونم. خسته نباشید تشکر مادر بچه. جان. تشکر. با بیمارخانه به کار گرفتند، سپارش هم دادند. انشاءالله زود به انجام میرسونم. بینید مادر جان، اکای عمر کار هم کرده میتواند. خاک گیرید زر شود پسرکانم. باز چی شد امک؟ شما از اینها چی میخواهید؟ بسیار گرم نمیزنم هارون. شما باید از محله روید. گوش کنید امک حمزه، من نیتی با سعیده بودن رو فراموش کردم. اکنون یگانه مقصدم نانم رو حلال به دست آوردن است. به کارهایم خلل نرسانم گفته این گپ ها را میگوید. دیگر تکرار نکنم هارون. یا از این محله میروید یا اینکه یا اینکه ما میدانیم شما را چخل پیش کنیم. ایستید شما. کی رو از کجا پیش کرده ایستاده اید؟ هارون هم مثل شما حقوقی در این محله زیستن رو دارد. فرزند این محله است. از او چی ضرر دیدید؟ در پسی درتان ایستاده گدایی نکرده است، بلکه حلال مهنت کرده رزقش را مییابد. گوش کن عمر، از حد میگذرونی. رفتار دیشبت را بخشیدم، تو باز پرسیدم میبرایی. هارون برادر شیرخواره من است. بر زمین او به شما یگان ناحقی نکرده است. اگر میکرد من طرف شما را میگرفتم و بر ضد او میبر آمدم. شما منو فهمیدید امک حمزه؟ فهمیدید؟ پایت را به کجا میگذاری نگاه کن. باز در نزد خشک تر هم نسوزد. چی میشود؟ شاهدی شربتی آمیخته بیر را؟ ما گپی گفته‌امان را گفتیم، باقی مانده به شما ماند. اما فهمیده گیرید در این محله به این آدم جای نیست. شما عزیز کیکرا مرحمت در آمد این موها. تشکر اگر جان. من روان کارم زیاد است. با شما براریم. تشکر کیکرا. یا خدایا خانم با شما کمک رسانم. نه نمیخواهم. حالتون خوب است؟ از همه خوبش. با دکاندار مالا کمی دم گیرید. نمیخواهم گفتم نمیخواهم. چین قدر چسبیده؟ نمیخواهم. رو نمیخواهم. رو گفتم. خدایا توبه، کمک رساندن میخوایی؟ شالوغ میخوری؟ این جاسوسی اینقدر کاری وزین بود اصلا. یگان بار بسر و لباسی خودت اهمیت میدی و بازار رو برای خودت یگان لباسی زیبنده بخر.
شاید این گپ راست میگویند. السلام علیکم اکرم. و علیکم. ایستو حمزه، با تو گپ دارم. چند سال گذشته است و حالا هم من و تو مثل کودکان رفتار میکنیم. با خود اوی حمزه قصد رو از کودکان نگیر. کی گفت است که من قصد میگیرم؟ نباشد چرا حمزه؟ اونها رو اینقدر عذاب میدهی. میبینم که وقتت رو بهوده صرف نمیکنی هوریه. پسرم رو به حالش گذار. او مهنتی حلال میکند. از او چی بدیه دیدی؟ قمار میزند، عرق مینوشد، تنبلی میکند. چرا دشمنی او شدی آخر؟ حلیمه همینطور او تو را به غضب میآورد. نباشد تو خودت خیلی مردی حلیم هستی. او تو را به این راه تیله میدهد حمزه. هیچ کس مرا به غضب نآورده است. من با عقل خودم کار میکنم و با کسی حسابات دادنی نیستم. هرمز حمزه نبا یکا. یگون پیشروی هست؟ این خیل در سری راه بزنها واخوری تعیین میکنی؟ چی سفسطه میگویی حلیمه؟ چی؟ حالا هم دیلت به هوریه کشال است؟ هیچ گپ نه؟ کاری نمیشدنی نیست؟ نخود تو حال همون گلی پژمرده رو دوست داری؟ رومانو خودت رو فکر کن حلیمه. تو از خودت یک بار بپرس که چرا اینقدر کارهای بد میکنی و باز با همه این من چشم میپوشم. تو زیخ نشو سیده. پدرم خطایی کردهشون رو البته میفهمند و تو رو باز به مکتب روان میکنند. نه اپا، تو وقتی که مادرم به گوشی پدرم خواندن رو بس نکنند. نه ترس، من میکشایم. خانم سروه؟ ها من. سلام، اینها برای شمایند. تشکر، لیکن اینها رو کی فرستاده است؟ نامش نیست؟ ببخشید خانم، برای نگفتنم امر گرفتم. سلامت باشید. امکی هاشم راست میگفته است. آهسته آهسته حرکت کردن لازم. آهسته آهسته. چشم نرسد که این من امشب از همه زیباست، مثل فرشته ها. زیباترین دنیاست، زیباترین. شما خیلی زیبا شده. بله مادر جون، شما خیلی امشب زیبا شده، مثل شاه دختر. پسرم، مگر تو یگون بار شاه دختر رو ندیده ای؟ در کتاب هم ندیده ای؟ شاه دختر هم بخیر میشه؟ شاه دختر من میکشویم. سلام ینگه. مرحمت بختی.
ببخشید ینگه ناراحت کردم. استغفر الله. اول نگویم گفتم، بعد فکر کردم که نگویم گناهگار میشوم. قرار دادم که به شما آمده گویم. ثروت روزی گذشته به دکان آمده بود. همون روز یک مقدار پول دزدید. این ناممکن است. شاید خطا کرده باشی. من هم حیران شدم به کاری کرده ثروت، لیکن خودم دیدم چه خیلی که میگویند درخت خرد را کج و راست کرده ممکن. یگان چارش را بینید گفت آمدم. شب خوشی ینگه. چی شد دخترم؟ کی اومد؟ کودک رو همین خود دست میدید تاقا. چی حق دارید که به او دزدی رو یاد میدید؟ دان نظر پشت کلین. این چه خیلی گپ زدی ها؟ به حرمت خدا گپ زن. چی شد؟ ثروت از دکان پول دزدیده است. تاقایم ثروت رو به نزدشان گرفته دزدی رو یاد میدادند. خود بیا علیا. دهانت رو مخم کن، نباشد من خودم آن را. در این خانه همه گونه سختی را طاقت کردم. شوهر گفتم احترام کردم، تاقا جان گفتم احترام کردم. چیزی که بود طاقت کردم. اکنون آرام نمیشوم، چون که این مسئله به پسرم دخل دارد. زنت با پدرت بی حرمت میکند، تو مرد شده نمیشه نگاه کرده میشیدی. فکره مادر جون دیوانه شده ای مگر؟ برای خودی کودکش هم گپ نزند. خوب بیکند هم دستت به او بالا میشود. چرا اینقدر به انصافی ها؟ به همش من گناهگارم. دست تنها با مثل من برای زنها بالا می شود. همین دور نمیگرد. زنهای آلوفته و زیبا. آروم شد، گپ نزن. رفتیم دخترم، رفتیم. حالا مسئله اون زن رو نبردار علیا. آخر چیزی رو انیق نکردیم که دخترم کمی صبر کن. من این کار رو کردن نمیخواستم، ولی مجبور شدم. میتونم. تو اول مکتبت رو ختم نمو، بعد آمده تو رو خواستگاری میکنیم، بعد چنان توی کنیم که عالم ندیدند. تو با لباس های عروسیت مثل قوی سفید زیبا میشوی، حتی آفتاب از تو حسد میبرند. بعد حیات شیرینی ما آغاز میشود. چه خیلی که تو خواهی، در کجایی که تو خواهی، در همانجا زندگی میکنی. خیلی خوب بود که به آرزوهایمان میرسیم هارون. چی همین خیلی از دیگرمان را با خیال‌های شیرین فریب کرده میگردی؟ با تو وعده میدیم سیده، این گل خشک نشده به همه آرزوی ما میرسیم. فکر کردم که دیگر تو رو هیچگاه نمیبینم. سیده مگر این خیل میشود؟ با تو وانه خورم گفته پدرم مرا از مکتب گرفتند و در خانه محکم کردند، اما من خوندن میخواهم هارون. این آرزوی من هم هست، تو زیغ نشو. من یک ایلاش کرده چارش رو میابم. شتاب کن هارون، چی کاری که میکنی کن، لیکن مرا از این خانه ببر، دیگر طاقت کرده نمیتوانم. رفت. با ما نگاه کن. تو با کی گپ میزدی؟ با هیچ کس پدر، هوای تازه میگیرم. تو
مادرت در کجاست؟ در این نصف شب تو رو تنها گذاشته به کجا غیب زد؟ وقتی که شما سعیده رو خواستگار شدید او به مکتب میرفت و پدرش زید بود، اما اکنون او را از مکتب گرفتیم، دیگر مانعی نیست. البته اگر خودتان او را خواهید. تشکر خانم حلیمه، ناز کردید. پسر من هم هنوز دلش به دختر شما کشال است. فقط از شما یک خواهش، با شما مصلحت کردنم رو پدرش نفهمد. خودتان میدونید که مردهای خلکارها رو دوست نمیدارن. اما در محل آوازه که خانم حلیمه سعیده را به هارونی آهنگر دادنی. یک دختر را 1000 کس طلبگار می شود، یک کس می گیرد. دختری گل بر این زیبایم را به شما نداده به همون آهنگر دهم؟ نه، شما خاطر جمع باشید. خیر من روم، باز شوهرم خواطیر نشود. خوب سلامت باشید. همه وقت انتظارم خانم حلیمه. شب خوش. این هارون نمیفهمد هاشم. شما کارتون را کردن گیرید. مایلش چیزی که شود شدن گیرد. تو بازدید. کجا میگردی حلیمه؟ دخترت قریب هارون رو به خانه میدر آورد و تو باشی بی پروا میگردی. انا اومدم حمزه، چی گپ شد؟ اینجا است؟ من دیدم سعیده با هارون گپ میزد. تنها به خونه در آمدنش مانده است و خلاص. کاری باید کرد، فهمیدی؟ خوب فکر کرده حمزه؟ سعیده و هارونی آهنگر اکنون تصمیمش رو گرفته است. سرما هم به اونها کمک میکند. اگر یکون چورش رو نبینیم، آدمون حمزه عدلیگی دخترش رو صاحب شده نتوانیست گفته مسخره میکنند. فقط یک راه است حمزه. چی راه بود از دون حلیمه؟ حالا که بی آبرو نشده ایم، این دختر رو زودتر به شوهر دادن لازم. مادرم باز چی کاری کردن؟ نفهمیده ایستوده ای، من به تو نمیدونم سعیده. این دختر رو شرمنده میکنم. اویله تکیلی ها برای سعیده خواستگار شده بودن، ما ندادیم. مادر پسر خبر داده است که باز به خواستگاری آمدنی است. اکنون این مرتبه میدهیم، با این راه از شرمندگی خلاص میشوید. مثلا هم این خیلی نمیشود حلیمه. دختر رو با کسی نمیخواستگیش به شوهر نیم. همین است راه. نباشه چیکار بکنی حمزه؟ این چیزار میشوی که کی مسخره مردم گردی؟ دارد را صاحبی کرده میتوانی یا نه؟ نتوانی او را به شوهر ده. آیله تکیلی ها، آیله با آبروی، دارا، کارهایشان هم خیلی خوب رفته ایستاده است. وای هارون آهنگر بر این حاضر وقتش نیست. فکر کن حمزه، فکر کن. رفتیم سعیده. اگر مرا به شوهر دیند خودم را میکشم به خدا میکشم. حاضر آروم شو سعیده. گوش کن، اگر حاضر با اونها جنجال کنی کار از این بدتر میشود. اما به تو وعده میدهم که کارو به خوبی حل میکنم. با من باور کن. رفتیم. درو. گوش کنید، چه خیلی که گفتم هیچ کس نبیند. نصف شب را انتظار شوید، آرام شد بعد کارتون را شروع کنید. داغن تو همش را فهماندی؟ شما غم نخورید دمک جان، حل میکنن. مایلش نباشد از پی کاری گفتم شوید. با دقت باشید صدری، با دقت از پی کار. آفرین آفرین داغن، اکنون با باوری عمک حمزه در اومدی. کار از حد گذشته است بابا جان. میترسم که سعیده با خودش یگان کار نکند. پدر و مادرم این طرفی کارو تماما فکر نمیکنند. با دختری خودشون کاری کردهشون رو بینیده من رفته با حمزه کف میزنم. ایستید اما جان، شنید؟
اصلا پدرم خیلی زود باور هستند. از همه خوبش با مادرم گپ زده به او فهمانیدن لازم، چون که همه کار او کرده ایستاده است. مایلش دخترم، وقتی افته حتما با مادرت گپ میزنم. خوب دخترم، مادامی که همه کار را مادرت حل میکند، حتما وقت یافته با او صحبت میکنی. زیغ نشو دخترم. خیر، با اجازت شما. به وقت شد، تو رو گسل میکنم سرما. شبی خوش. شبت خوش. شبی خوش. عمر، چرا در این محله دوست داشتن، عاشق شدن گناه شده است؟ در یاد داری سرما، در وقت دانشجویی برادرمون همیشه میگفت عشق شیرینی حیات است. انا همین شیرینی که گم شد عشق از بین میرود. حالان که قلب انسان برای دوست داشتن است. وقتی که دوست نمیداری سرما، در قلبت به جای شیرینی عشق قهر و غضب جای میگیرد. آن وقتها در حلقه رفیقانی خوب بودیم، به معنای اصلی این سخنها سرفم نمی رفتیم. قلب چقدری که دوست ندارد از آن کم نمی شود سرما. بله عمر، همین طور، لیکن حالا مرا حالت سعیده به تشویش انداخته است. درباره او خیلی اندیشه می کنم. آخر او هنوز کودک است و هارون را دوست می دارد. هارون هم را دوست می دارد. کی ها با همین طور صمیمانه صحبت نکرده بودیم. بعضم درد دل کردم هم خوب است عمر. اگر با تو نباشم در این دنیا بودنم هیچ معنایی ندارد. چرا آنها ما را عذاب میدهند؟ چرا ما را از هم جدا میکنند؟ مگر پدر و مادرم چی بودن این عذاب را میدونند؟ علیا، کرتایی که بودم در کجاست؟ کرتام رو نمیابم علیا. در جانم زدی. صبر کن دخترم، باز کمی صبر کن. این مثل رد و برقی آسمان است. یک روشنی میدهد و زود خاموش میشود. همه‌اش انشالله خوب میشود. انا میبینی. جون چرا مادرم میخواستن؟ پرسیدن لیکن با من نگفتن. همش از برای من گناهگارم. حکم خواهر چیکار نکند؟ بیا میرویم. حاضر وقت بازی نه وقت کار. خیز من با شما نمیروم.
چرا؟ چه مگر تو کارخانه خودت رو میکشه یا؟ سرش من نشو و تو بسیار چیزها رو ناموزنده. من از شما یک چیز آموختن نمیخوام. پولی دزدیدم رو امروز کار کرده برمیگردونم. لازم نیست سرم. پولی دزدیدن پولی من است. زورت که آمد چیکار کردنت را فهمیدی. حیات همین است. پهلوهای گوناگون دارد. همه چیز را آموختن لازم. دزدی نه، تجربه. من دزدی رو آموختن نمیخوام. مادرم راست میگویم. شما به من دزدی رو یاد میدهید. سربت این همه گپ های کلین زنیگنده شخیره که میگویند فرماندهی زالبینیش است. پاسچی مادر بیار. گریه نکن دخترم، گریه نکن. از دستی ما زنها چی میگوید؟ من اکنون چه خیال آن پول را کار کرده به جایش میگذارم. اوف، به سرم بلا آوردم. خوب شد که تو را دیدم ثروت و من این روزها یک یاردمچی لازم است. لباسهای کهنه رو دختر میفروشم. با هم را کار میکنیم، فایدهش رو تقسیم میکنیم. چی گفتی؟ میشود امک قربان. اما ثروت پسرم این کار آسان نیست. خیلی مهنت کردن لازم، خیلی. میدونم. خوش، چه خیلی راضی هستی؟ بله. آفرین ثروت جان. عجب زمانه شده است. در خانه دو دختر است و صبحانه را مادرشان تیار میکند. سعیده، روز نیست شده است و تو حالا هم خوابی؟ سعیده، به کی میگویم؟ به من نگاه کن. شب خواستگاری میآیند. فهمیدی؟ زود خسته خانه را به ترتیب درار. اوف. ماندن باشه دکه. خوش آمده. صبح بخیر امک جان. کاری که دیروز درباره هارون گپ زدیم حل شد امک. عیناً گفتگیتان بریم. اکا چی شد؟ این شهر شما را خمگین میبینم. امشب برای سعیده خواستگار میآید. نه مبارک شود. این دفعه راضی میشید؟ نمیدانم آشیم. سعیده نخواهد دلی من هم راضی شده نمیتواند. نمیدانم چیکار کنم، حیرانم. بیشتر فکر نکنید اکا. اینه پسری من گویا دختری نزدیده علیه را گرفت. من کاملا راضی نبودم. اکنون به حالش شک ها میگیریند. پدر من کمتر کار دارم، با اجازه. همین که گپ را سر کرده میگریزد. شما هم اگر خواهید با آب چشمان سعیده نگاه نکنید و با کسی خواهید به شوهر دهید، نباشد دامادتان یا دایره چی می شود یا آهنگر. سلام میشیل، خوب هستی؟ امروز اگر خواهی بخوریم. فهمو ساعتی 2 در باغ. خدا حافظ. خانم بخیر است؟ کی را میکوبید؟ بگویید به شما کمک رسانم. چه؟ به من کمک میرسانی؟
من شما رو نشناختم. از این محل نکته چی؟ اگر گم شده باشید من بتونم. کی گم شده است من؟ حاضر به همین چیزان به سرت میزنم دیگر از جهت نمیخزی. خانم من تنها کمک از پتی کارت شو به من کاردار نباش. از پتی کارت شو. کمک کردن میخوای بود. باز بیایید اکت کرد. به من نگاه کن. لابای کمی پیش فکرت به تو چی بود؟ گلها رو برای کی گرفت؟ برای چی گرفت؟ کاری شما چی خانم؟ چه خیلی کاری من چی؟ نشناختی اکا؟ نه با خدا چیزی نگفتند. گل خریدند و رفتند. برای کار اکرم با من یک دسته سلامت گل عمر. چی شد ینگای صدیقت؟ این چی حال است؟ تو نپرسو من نگویم. یک حال دارم که فکرتی ما به نزد یک زن می رود. مگر این خیلی می شود ینگا؟ اگر خواهید با او صحبت میکنم. لازم نیست. من خودم ریشه کارو میفهمم. این کارو همین طور نمیگذارم. علی آرام شود بس. یگان فکری بد نکنید ینگا. فکرت به قدر زن و فرزندش میرسد. انشالله پسرم انشالله. سلامت باش. برای کار اومد. یا خدا ببخشد. هیچ گپ نه همش خوب است. بله سروت چه مرود کار؟ مشکل است همی طور نیه؟ مشکل بود است. با انگشتانم سوزن خالی. انسان تا مهنت نکند پول حلال کار کردن نمیتواند. وقتی کار دستت زخمی می شود، خون می براید، آبیله می گیرد، انا همان دستان زخم آبیله دار را باید بوسید. اگر انسان خطا کرده با این دستان پول حرام کار کند چی؟ انسان اگر به گناهی کردهش توبه کند، خطایش را فهمیده اصلاح شود، خدا البته او را می بخشد. فهمیدی؟ گوش کن، یک نفر از من لباس خرید، انا نصف پولش گفتم که فایدهش رو تقسیم میکنیم. گیر فایده روزی اولت همین قدر، تو هر روز همین قدر وقت رو میگیری تا عرقی بدنت خاق نشود، پول را در کیسه جا میکنی. تشکر اما که قربون قرضم است، هیچ نباشد یک قسمش رو بر میگردونم. یا الله. سعیده ابا سعیده خدایا توبه، این داروها رو دیده قریب دل کف می شدم. طاقت کردن نتوانستم، قریب خودم رو می کشتم، لیکن کشتن نتوانستم. از خدا ترسیدم نتوانستم. غم نخور خواهرکم، با بابایم و عموام گفتم، آنها وعده دادند که با پدر و مادرم صحبت میکنند، یگان علاجش را مییابند. اما با من گوش کن، این خیلی بیعقلی او را از سر دور کن. فهمیدی؟ مرا خیلی ترسوندی. نمیدونید چرا پدرم مرا جیغ زدن؟ چی میگفته باشن؟ نمیدونم حلیمه، شاید یگان گپ دارن. بیاشین نمازشون را خوانند میآیند. چرا سعیده را از مکتب گرفتید؟ پدرش همین خیلی میخواهد. کاری کرده تون را میفهمید.
مگر انسان به فرزند خود این بدبختی ها را روا میبیند باز میخواهید که او را به کسی که نمیخواهد خانه‌دار کنید. برای دخترمون چی خوبتر است ما نقض میدونیم. شکر به مصلحت هیچ کس احتیاج نداریم. خوش آمده حلیمه. خوش باشید پدر. باز یک بار دیگر فکر کنید. فرزند برای ما مالی فروشی نیست بلکه امانت خداست. پدر اگر مرا برای سعیده دعوت کرده باشید خودتون رو مونده نکنید. نه دخترم برای او نه. برای سعیده چی خوبتر است ندانید. شکر که عقل شما کافی است و به مصلحت کسی احتیاج ندارید. در دست من یک امانت نزدیکم است. فکر کردم در عائله‌مان از همه نفر بالای وقت تو هستی، بنابراین از تو خواهش دارم که این را رفته رسان. خدا رحمتی عثمان رفیقم بود. میخواهم که این عکس را به همسرش رسانی. او خدای تکیلگی ها می باشد. شاید میدانی برادری چنگیز که خواستگاری سعیده است و دختری وی خانه دار است. مایلش پدر من برده میدهم. یگانه خواهشتون همین باشد. سلامت باشید. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. تو دیوانه شده ای؟ دروغی نوشتم رو قبول فرمایید. بعد از 1 هفته نزدم میآید. فهمو؟ خوب دکتر. تشکر به شما. سرما چیزی شد مگر؟ فقط تشکر گفتنی بودم. برای چی؟ برای توجهی بی اندازت. الو؟ هارون؟ اکای عمر التماس زود اینجا آمده میتوانید. من مردم نابود شدم. خواهش میکنم بیایید. برو از خانه. شام برو میگویم. کمتری البستی. شام برو میگویم. کافی بیزار شدم از بری تو. باز یک بار صدا برآوردنت را شنوم. از این در بداخل نمیدرایی. زب شو. این کمتر بیزار از خواهرم 1 دقیقه صبر کن.
چی میخواهید؟ چرا شما با این زن این خیلی مناسبت میکنید؟ کار شما چی؟ با این زن کاردار نشوید فهمو؟ برای این کدری البستی کم است. مگر انسان مادری خودش را میزند؟ با شما گفتم کو کاردار نشوید. چی میخواهید؟ من کلینی واحد عدلیگی هستم. خسرم به شما یک عکس فرستادم. انا گیرید و پدرتون تعلق داشته است. خوب تشکر. در آخر با کارم هم نشان رو زدند. کسی آمده همه را تیتو پریشان کرده است. برای کاری بیمارخانه سپارش داده بودم، همه را دزدیده رفتند. برای این کار را کردن چقدر بی‌انصاف و بی‌وجدان بودن لازم. سعیده را دوست می‌دارد گفته همه بدی ها را به من روا می‌بینند. این خیلی نمی‌شود. یگان کار کردن لازم. رفته با آمه که همزه گپ میزنم. هارون ایستادی سرم. حاضر خیلی قهرت آمده است. اول کمی آروم شو. نباشد حق باشی هم تو را گناهگار میکنند. این کار را زود حل کرده نمیشود. امشب سعیده را حاضر یگان کار را حل کرده نمیتوانی. شما چیزی رو میدونید اکی عمر؟ چرا حل کرده نمیتوانیستم اکی عمر؟ چونکه سعیده را میخواهند به چنگیزی تکلیگی ها بدهند. کافیز بیزار شدم از دیر بری تو. باز یک بار صدا برآوردنت را شنوم. از این در بداخل نمیدروی. چرا شما با این زن این خیلی مناسبت میکنید؟ کار شما چی؟ با این زن کاردار نشوید فهمو؟ برای این کدری البستی کم است. خدا هارون به نام خدا ایستا. هارون چرا با اینجا آمدی؟ دکانم رو ویران کردید. مالهایم رو از دستم گرفتید. لیکن آمدم بگویم که از شما نمیترسم اما که همزه نمیترسم. چون که تربیه خوب گرفتم. با شما به حرمتی نمیکنم. این خیلی باشد گپ کلانتر رو گوش کنو. چیز چارت رو جمع کرده از محله رفت. دیگر هیچگاه سرت خم نمیشود. راحت میکنی. دیگر از پسد هر خیل پلیت ها را گرفته به نزدی من نیا. گوش کنید اما که اگر این شما رو آرام کند حتی از سعیده دست میکشم. میتوانم همه چیز رو فراموش کنم. اما التماس سعیده رو با آتش تیله ندهید. او رو به نفره که نمیخواهد خانه دار نکنید. مادامی که من را حرمت میکنی با گپم گوش کن. سعیده به چنگیز و شوهر میبراید. هارون
دیگر تو طاقت ندارم اکای عمر میفهمید. کمی تنها بودن میخوام. امروز در بیمارخانه نوبتدار هستم. کمی سیر کن بعد بیا صحبت میکنیم. فهمیدی هارون؟ مانده نباشد اکای فخری. خوش آمدی ثروت. چی شد؟ کم کم کار میکنم. باقی ماندهش رو بد میورم. ثروت تو دیگر این خطاگی رو نکنی گفته به خونه‌تان رفته بودم. پول رو برگردوندنت هم لازم نبود. باز این پولی بابایت است. میلش خودتان گفتید کو پولی بابایت از منی برگرداندنم لازم. گیر اکای فخری. چی شد ها؟ چی نگاه میکنی ها؟ با تو میگویم چی نگاه میکنی؟ چی نگاه میکنی؟ رفت از اینجا رفت از اینجا رفت از اینجا. با فکرم خیلی شما رو انتظار کردم. نه جناکم هیچ گرم نه. خیلی گلهای زیبا. تشکر زیاد. اینش برای من برای خودی را. تو چی کار میکنی فکرم؟ خانه ات را ویران میکنی. میسوزونی پسرم. راگرد میگویم این سهر من به تو چی گفته بودم؟ دف شو دیگر چشمم تو را نبیند. دف شو این لباس هایت از سرت ماند. دف شو من این جامدانت را هم گروهت ندارم. دف شو خاله خیزید اینجا نشینید. خاله حالتان خوب است. نشینید. اگر جایی زیست نداشته باشید من شما رو با خود برم. تشکر دخترم. من دختر خوردیم خبر دادن حاضر آمدم میبرم. توبه دختر و دامادتان چرا با شما این طرح رفتار میکنن؟ چی میشد دخترم؟ در این دنیا چیزی که کشتی همان رو میدروی. همه بین من چی درویدم. در وقتش بای بوده از بای گریم فخر میکردم. خیلی خود پرست بودم. اما وقتی که شوهرم از حالم گذشت با دخترم تنها مانده. مال ملکمان بود و لیک در آمدم من شد. با پول و مال که عادت کرده بودم خواستم دخترم را به یکون بایدیم و راحت کنم. یک بار یافتم. انا همانی که مرا حاضر از خودم پیش کرد. دخترم نمیخواست اما من مجبور کردم. انا فقط توی وسیمای اساسی اش را نشان داد. دخترم را برای مال گرفته بوده است. همه چیز ما را از خود کرد. آخر چرا راضی شدید که مال و ملکتان را از خود کنند؟ به عذابای وی منی کبیر طاقت کردن نتوانستم. دخترم هم طرفدار وی شده برزیدی من بد آمد. پشیمانم که را به کسی نمیخواستگیش دادم. اگر از دستم هیچ کار نمی آید. شد خانم. تمام.
اینقدر خودت رو عذاب ندی سعیده. البته یکون ایلوچ میابیم. یک چای دم کنم با هم می نوشیم. خوب؟ امشب من از خونه می گریزم. سعیده خواهرکم بیعقلی نکن. آخر بابایم هم کوشش کرده ایستادند که همه کارو به خوبی حل کنن. التماس. خوب لیکن اگر بابایم را گوش نکنند چی؟ مرا مجبور به شوهر می دهند. من به این طاقت کردن نمیتوانم. از این خونه می گریزم. خوب میلش گوش کن. امشب تو رو به خونه بابایم میبرم. امشب در اونجا میمونی. دم گیر. بعد یکون ایلوچش رو میابیم. خوب؟ حاضر. مادر جون با شما درباره سعیده صحبت کردم میخواهم. گوش کنید. لازم نیه دخترم. لازم نیه. اما مادر خواستگارها را امشب منتظر بودیم. لیکن من فکرم رو عوض کردم. من میدونستم مادر جان. مادر جان راست میگویید. من فکرم رو عوض کردم. لیکن تو هم هارون را فراموش کن. فهمیدی؟ مایلش مادر جان. خیلی که میدونی حمزه جان امشب برای یک کار خیر درت را میکنیم. انشالله که قبولمان میکنی. البته مرحمت بیایید. سلامت باشی حمزه جان. خدا برای کارت رو دهد. کم می نشستی برای قهوه میفرمودم. وقتی که آمدیم قهوه رو از دست کلین می نوشیم حمزه جان. سلامت باش. خدا تو را به من بخشید. هزارها بار شکر پسرم. خوب استی؟ بالینت را کمی بردارم. نه مادر، مرا کی با ماشین زد؟ هیچ کس ندیده است مادر؟ نه ندیده است. فراموش کن پسرم. مهمش زنده ماندی. بله التماس بیمارم را راحت گذارید اما جان. پسرم را نو پیدا کردم. مگر مانده میروم. غم نخورید اما تمام شب با یعقوب می شود. خوب میلش. شبت خوش پسرم. من سحر بر وقت می آیم. در امان خدا باشید. از تو یک حیات قرض دارم. تشکر. این گپت رو باری اول نمیشونم. روز استادم من از تو برای یک چیز رو گفتم می آمدم. نصیب نبوده است. اکنون گفتم می توانم. با فکرم دیر نشده است. درباره سرما حقیقت را دانستنت لازم. شکر که یعقوب به هوش آمده است. تا سر طاقت کردن نمیتوانم. رفته خبر میگیرم. خدا رو شکر. با که یعقوب سلامی مرا برسون. بگو که مرا در خانه حبس کردم. غم نخور. همه‌اش خوب میشود. ها دخترم با کجا؟ یعقوب به هوش آمده است. خبر گرفته می آیم. مادر جان برای سعیده برای مهربانیتان تشکر. پس چرا شما داغن را امیدوار کردی؟ گوش کن جگر چاره نداشتم. داغن عمر رو پروندم میخواست. برای آروم کردن داغن چیزی که گفته باشم. به خاطر نجات عمر گفتم.
چقدر من به داغن به شب هر میبرویم وقتی که او رو چشمی سیزده ندارم با این خیل مرد چگونه زن میشوم اما این رو با عمر گفته نمیتوانم اگر داند باز با داغن روبرو میشود یعنی سرما همش رو برای تو رو از داغن نجات دادن کرده است او داغن رو دوست نمیدارد همه این یک بازی بود عمر چرا من نفهمیده فکری بد کردم او رو رنجوندم اکنون بروی وی چطور نگاه میکنم چطور بخشش میپرسم نمیدانم نمیدانم چیکار کنیم لیکن یک راه آسان است اما قربانتون شما بنگ خود چاقه میدونید ها؟ هیچ چیز نه همه که قربان هیچ چیز نه؟ این خیلی باشه چرا گوشکی میکنید ها؟ جوانی اما که قربان جوانی ها؟ چی میگوتن آدم های پیش بحر به موج دل به عشق شده نمیتواند کسی زیبا است سرش به بلا نیست اما که قربان شما هم تو گفت رو پنهان نکن گپ زن دردت رو شما هم کم نیستید اما که قربان با گپایم گوش کن پسری عزیزم انسان به عشق نمی شود کسی نیست که یک بار عاشق نشده باشد هیچ معنی ندارد زندگی به عشق چی معنی دارد اما که قربان میفهمانم قربانت شما عشق را آسان دیدن لازم نیست سبک فکر را نیو و کسی را که تحمل کرده میتواند دوست داشتن لازم اما دنیای جوانی همین خیل است حیاتی بی آخر را در کجا میابی در این دنیا مگر البته همین خیل همین خیل عاشق شب که زودگذر نباشد زیباکی بماند وگرنه یا تو اسیر میشوی یا وی اگر مثل من پیر شوی عشق زنده میماند یا مایلش هم که قربان مایلش من اکنون چی باید کنم گل را بخور میکنی گب را به قلم مینویسی این چی خیل میشود اما که قربان گل روان کنی گل بخور روان کن خب گپی به قلم چی از گپ های خوب و زیبای پر محبت استفاده بر اما که قربان شما مثل شاعر گپ میزنید نه من یک آدمی بیچاره هستم اخلا با گپ های شاعرانه نمیرسم اما تو گل رو چنان آرا دهی تو خاموش باش گل گپ زند اما که قربان چی گفته شما الله تعالی اسراف را دوست نمیدارد من رفتم اما که قربان خوش آمدید ینگه جان خوش باش دخترم فهمیدید که وای زن کی بود است من به تو گفته بودم زن یک رفیقش را اکنون تو هم زیر نشو تو چیکار کردی پسرم چیکار کردی فکرم اما تو گل رو چنان آرا دهی تو خاموش باش گل گپ زند
منت دارم. یعقوب به هوش آمده است؟ بله، حاضر و خوابیده است. وای، سرما از تو بخشش پرسیدنی هستم. از یعقوب همش رو فهمیدم. فکر میکنم برای سخنانی سختم مرا میبخشی، همینطور نه؟ همش خوب است عمر. به جای تو دیگر کس هم میبود همین طور فکر میکرد. اما از تو یک خواهش دارم عمر. چی خواهش؟ اکنون که من و تو هم دیگر رو فهمیدیم، با داغن جنگ و جنجال رو بند کن. وعده میدیم. من هم اکنون کاری میکنم که جنگ و جنجال نشود و راستش از کارهایی کردم شرمم میآید. بیا همش رو فراموش میکنیم سرما. کوشش میکنم که دل تو رو نرنجانم. فهمیدم که در قلبت تنها برای من جای بوده است. این مرا خیلی آرام و خوشبخت میکنه. میدونی چی؟ گویا که در خواب بستم این سخنهایت. این گل، لیکن آن گلهای خارداری فرستاده‌ات به این یک دانه گل برابر شده نمیتوانند. کدام گلها؟ با شرفی تو، برای زیباگیت سرما. گلها را نغز دیدی همینطور نه؟ بله نغز دیدی. با پدرت هم مناسبتمان خوب است. اکنون عمر هم در فکرت نیست. بینمان اکنون هیچ چیز زید نماند. بگاه با پهلویت برآمده تکلیفی خانه دار شوی را کنم؟ ها؟ چی گفتی؟ لعنتی، کار نداشته باشی در این بیوقتی دکانی باز یا اینها چیست؟ کی باشد؟ به فکرم سرما کلیدش رو فراموش کرده است. نه، خواستگارها آمدند. کدام خواستگارها حمزه؟ خواستگارها برای سعیده. نمی شود. نه بیا از فکرمون گردیم حمزه. چی ها میگویی حلیمه؟ آنها آدمانی خوب نیستند. دخترمان رو نمیدهیم حمزه. حلیمه قهرم را نیار. فهمیدی؟ من آدمی نیستم که از قول دادم گردم. چیزی که گفتم امان نشود. رفته در رک شو. آنها منتظر نشود. اکنون همه عادت کردند حیات رو مثل بهار ببینند. اما بهاری آنها زمستانی دیگران است. بعضا دستگلها هم به درد کس نمیخورند. بعضا یک دانه گلی فرستاده کفایت.
بعضا مقابل قدر و قیمت خبری ناخوش. بعضا یادی دوست داشته اما نهایت مثل زندگی هست. بعضی امیدها خوش شوند، بعضی اشون باشد مثل بهار می سبزند. البته همه می دانند پیش از بهار زمستان می آید. شاید چای می نوشیم. نه عمر، بهترش روم. اکنون بعد از این برای چای نوشیمون وقت زیاد داریم. مایلش چه خیلی که خواهی. بار دیگر تشکر. باید من به تو تشکر بگویم برای نیکی هایم و مرا بخشیدنت. اکنون بین ما دیگر نافهمی نمی شود. دیگر نشود. نمی شود سلمان. با پدرت حاضران قدر مناسبتی خوب نداریم، اما برای خوشبختی خودمون ناحقی هم باشد صبر میکنم و منتظر میشم. اکای عمر، هارون، دیگر چاره نمونده است اکای عمر. دیگر چاره نیست. چی شد هارون؟ چی واقعا روی داد؟ همه راه را دیدم، شما میدانید، اما همه درها برایم بستند. این یگانه چاره است. سعیده را میدونم. در این کار با من کمک میدهید اکای عمر؟ اما که حمزه و دیگر عدلگیون با مقابلتون میگیردند، اما شما با من کمک میدهید.